سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. با یه آموزش دیگه در خدمتتون هستم. خیلی مواقع شده که بخوایم یک ویدیویی یا یک گیم پلی یا یک تریلر یا یک فیلمی یا یه آموزشی رو بخوایم از سایت‌های مثل تیک تاک، یوتیوب یا اینستاگرام دانلود بکنیم ولی نمیتونیم. امروز با یه آموزش خیلی راحت شما میتونید این کار رو انجام بدید، فقط با یک کلیک ساده. می‌بینید که با همین آموزش رو داشته باشید. باشه، اولین کاری که باید بکنید اینه که یه نرم افزاری هست به اسم اسنپ توب که لینک دانلودش رو براتون توی دیسکریپشن میذارم. اون بالا سمت چپ اسنپ توب هستش که اون رو باید دانلود بکنیم. بعد دومین کاری که باید بکنیم، مثلا ما وارد یوتیوب میشیم، یه دونه ویدیو رو میخوایم دانلودش بکنیم. مثلا این ویدیو رو میخوایم که دانلود بکنیم. کاری هم نداریم که پلی بشه یا نه. خیلی راحت اینجا یه گزینه شیر داره. زمانی که این گزینه شیر رو میزنیم یه کپی لینک پایین صفحه هست. زمانی که این کپی لینک رو بزنیم دیگه با این صفحه کاری نداریم و میتونیم اینو ببندیم. برنامه اسنپ توپمون رو باز میکنیم. زمانی که برنامه رو باز کردیم اینجا اتوماتیک خودش اون لینک رو میاره اینجا میذاره. اما فقط کیفیتش رو میایم تنظیم میکنیم که روی 360 باشه یا روی 720 پی باشه که ما میایم رو همین 360 میذاریم باشه و دانلود میزنیم و به راحتی تو این قسمت پلی دانلود میشه. بعد از چند ثانیه تا بخواد ویدیو رو کانورت بکنه و تبدیل بکنه، بعد از اینکه کارش تمام باشه کانورت میکنه و ویدیو دانلود میشه. حالا این ویدیو کجا میره ذخیره میشه؟ شما باید بیاین داخل مای فایلزاتون، بیاین فایل های شخصیتون، بیاین تو اون بالا قسمت ویدیو که وارد بشیم، اون اولین ویدیویی که اینجا هست ویدیویی که ما دانلودش کردیم، مثلا میذاره با برنامه که این پلیر پخش بشه. خیلی راحت با کیفیت بالا برنامه پخش میشه. حالا بسته به نوع کیفیت میتونید خودتون کیفیتش رو تغییر بدید. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. برای دیدن ترفندها و ویدیوهای بیشتر صفحه منو سابسکرایب داشته باشین، لایک کنم فراموش نشه. مرسی که با من تا اینجا همراه بودید. خدا حافظ.